بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ويومكم سعيد، وأرجو صحتكم وسلامتكم من الله عز وجل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أوقاتكم بكل خير. أيها الإخوة والأخوات، موضوعنا اليوم في كتاب المبتدئ الثالث ضمائر الفاعل. ضمائر الفاعل أي ضمائر وكيف تتصل بأي شيء تتصل. شاگردای عزیز، امیدوارم که خوب و صحتمند باشین. ما قرار است که امروز ضمایر فاعل بخونیم. ضمایر فاعل چند دانه است که با چی پیوست میشه و چرا برای ضمایر فاعل میگیم، یا ضمایر رفع فاعل هم برای گفته میتونیم. قبل از اینکه بیایم در ضمایر فاعل، من یک چیز براتون میگم و قلت سابقا ايضا أن لكل فعل فاعل، لكل فعل ضمير الفاعل أو نائب الفاعل. إن شاء الله سندرس نائب الفاعل في دروس القادمة، ولكن فقط نقول هنا اليوم للمبتدئين أن لكل فعل ضمير الفاعل، إما بارز وإما مستتر. أي فعل كان في الدنيا فيه ضمير الفاعل موجود، إما بارز وإما مستتر. وهذه الضمائر كم وكيف تلتحق وتتصل بالأفعال. ولكن قبل أن ندخل في ضمائر الفاعل، أنا أريد أن أشير إشارة بسيطة حول الضمير. قبل از اینکه ما شما ضمایر فاعل بخونیم، من میخوام یک اشاره کوتاه بکنم به ضمیر. ضمیر ما شما خواندیم و ضمیر تقسیم کردیم به دو قسم. ضمیر ينقسم إلى قسمين، ضمير البارز و ضمير المستتر. ضمير البارز هو ضمير الذي يبرز في اللفظ، در لفظ ظاهر میشه. و ينقسم إلى قسمين، و به دو قسم تقسیم میشه. ضمیر منفصل است و ضمیر متصل است. و مستتر ان شاء الله در وقتش میخوانیم. ضمیر مستتر ضمیر است که در لفظ ظاهر نمیشه، پشت پنهان میباشه. ضمیر منفصله باز از خود دو قسم تقسیم میشه. یک ضمیر رفع است که ما شما تمامش خوانده ایم، انا و نحن، انتم انت، انتم انتم، انتی انتم انتن است، هو هما هم، هي هما هن. یک ضمیر نصب است که ان شاء الله با تفصیل میخوانیم، فعلا سرش گپ نمیزنیم. ضمایر متصله هي ضمائر التي تتصل. ضمایر متصله ضمایر بود که پیوست میشد با اسم و فعل و حرف، که این به سه قسم است. باز حالت رفع فاعل واقع میشه، مثلا نایب فاعل واقع میشه، مثلا اسم کانه واقع میشه، محل رفع به خود میگیره. خلاص بس ان شاء الله اسم کانه و خبر کانه تمام شه باز میخوانیم. یا محل نصب واقع میشه این ضمایر، یا محل جر واقع میشه. ضمایری که حالت رفع به خود میگیره امروز مقصودی ما شماست. حالت نصب و حالت جر این ما شما خوانده ایم. اونمو ضمایر حکین بود، حکین که ما شما سابقه خوانده بودیم. های غایب، کاف مخاطب، یای متکلم و نای فاعلین. این ضمایر ما شما خواندیم با تفصیل. این ضمایر یا محل نصب واقع میشه یا محل جر، که رو باز میخونیم که چه وقت محل نصب واقع میشه، چه وقت محل جر. اليوم نحن ندرس ضمیر المتصل رفع. ضمیری که بارز است، متصل است، محل رفع قرار میگیره. مقصود ما شما کدام ضمایر است؟ ما میگیم مقصود ما شما، هدف ما شما از ضمایر متصل رفع ضمایر فاعل است. ضمایر رفع الفاعل. ضمایر رفع فاعل هم برای گفتن میتونه، ضمیر فاعل هم گفتن میتونه مستقیم، یا ضمایر فاعل. ما که میگیم که ضمایر رفع فاعل، ضمایر رفع فاعل از جمله ضمایر بارزه متصله مرفوع است. این محل رفع واقع میشه. چرا محل رفع واقع میشه؟ بخاطر که دائم فاعل واقع میشه یا نایب فاعل واقع میشه، و مختر میگیم که محل رفع واقع میشه. این ضمایر که امروز میخوانیم، این نه در حالت نصب واقع میشه نه در حالت جر، دائم الوقت در حالت رفع واقع میشه. خواهی کدام ضمایر است که دائم در حالت رفع واقع میشه، مرفوع میباشه. ما میگیم این ضمایر تو خوانده ای، ضمایر تمامش خوانده، با تفصیل خوانده، کم فکر کنید یادت میآید. من خلاصا براتون گفته بودم یک شفرشه، گفتم که این ضمایر تناوین است، نه تناوین. تای فاعل، نای فاعلین، الف اثنین، واو جماعت، یای مخاطب، نون نسوه. 6 دانه ضمیر ما داشتیم که ضمایر دائم پیوست میشد، با افعال پیوست میشه، یا با ماضی پیوست میشه، یا با مضارع پیوست میشه، یا هم با
امر پیوست میشه که از این دمایر 6 تای تنوین 5 دانش با ماضی پیوست میشه، 4 دانه با مضارع و 4 دانش با امر پیوست میشه. الان الطالب يفكر أنا ما درست هذه الضمائر، أين درست؟ كيف درست؟ أنا أقول أنت درست يا طالب، أنت درست. أنت درست فعل الماضي والمضارع والأمر. نعم درست. إذن أنت درست هذه الضمائر أيضا. خیلی ضمائرم خوانده ای. مثلا أنا كتبت لكم فعل، ما براتون فعل نوشته کردم شاگردا ببینید. أنا قلت لكم قاعدة، يا قاعدة رو براتون گفتم که لا يوجد فعل و فيه ضمير الفاعل موجود. هیچ فعل در دنیا وجود نداره مگر ضمیر رفع فاعل دو موجود است یا نایب فاعل موجود است. نایب فاعل به خاطر مهم که اینجا سوال برای بعضی کسا پیدا نشه. زمانی که ما میگیم رفع فاعل بعضی اوقات ضمیر نایب فاعل قرار میگیره. باز اینجا سوال برای بعضی کسا مبهم نشه. مثلا ما میگیم که ضمیر فاعل یا ضمیر نایب الفاعل. خب برای مبتدئین ما مقسم میگیم که ضمیر فاعل باید واقع شود، ضمیر فاعل. خب و این ضمایر دائم با تنوین که خواندیم، تنوین ضمایر رفع متصله، ای با افعال دائم پیوست میشه. با فعل ماضی ببینید کتب تو تای متحرکه، کتب نا نای متکلمین، کتب تا، کتب توما، کتب توم، کتب تی، کتب توما، کتب تون. تمام از چی است؟ این میگه تاء الفاعل. تای فاعل یک ضمیر شد، نای فاعلین دوم ضمیر شد، نای فاعلین ای دو ضمیر. ببینید تای فاعل به چکام افعال پیوست میشه؟ با مخاطب. کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتون. اصل ضمیر میبینید تاست، تا، تما، تم. یعنی تیره میبینید میم و الف علامت تثنیه است، میم علامت جمع است، اما اصل ضمیر تای فاعل است، نای فاعلین. خوب دقت بکنید. میایم به غایب کتبه، در اینجا خودم ضمیر نیست، ما میگیم اینجا مستتر است. کتبا الف اثنین، الف اثنین ضمیر سیوم است. و کتبو واو جماعت، واو جماعت ضمیر چهارم است. ها کتبت تا ساکن است، تا تانیث است، ضمیر نیست، در اینجا مستتر است، تقدیرش هی است. کتبتا الف اثنین، کتبنا نون نسوه. نون نسوه از جمله ضمایر فاعل است که پنجم شد. خیلی 5 ضمیر در فعل ماضی موجود است. در فعل ماضی 5 ضمیر موجود است. الف تای فاعل، نای فاعلین، الف اثنین، واو جماعت، یا مخاطبه. این 5 ضمیر شد. این در ماضی است. ما در مضارع پیدا میکنیم. تکتبو مستتر است، تکتبان الف اثنین، تکتبون واو جماعت، تکتبین یا مخاطبه، تکتبان الف اثنین، تکتبن نون نسوه. یک ضمیر، دو ضمیر و یا مخاطبه 3 ضمیر. الف اثنین ها گفتیم، نون نسوه ضمیر الرابع. 4 ضمائر في فعل المضارع هكذا في الغائب أيضا. الف اثنين واو جماعت، الف اثنين ونون نسوة مع ياء المخاطبة 4 ضمائر في فعل المضارع. وفي فعل الأمر اكتب، هنا ضمير مستتر أو مستتر. اكتب الف الاثنين، اكتب واو جماعت، اكتب ياء مخاطبة، اكتب الف اثنين، اكتبنا نون النسوة. إذن كم ضميرا؟ 4 ضمائر. الف اثنين واو جماعت، ياء مخاطبة ونون النسوة. ضمائر التي في فعل المضارع موجود هي التي في الأمر موجود. لماذا؟ لأن الأمر يصاغ من المضارع. خلاص الآن نحن فهمنا هذه الضمائر. این ضمایر رو فهمیدیم که مود هدفمون ضمایر بود که با افعال پیوست میشد. هی ضمایر ما چند تاست؟ نحن نقول هذه الضمائر 6 ضمائر. تنوين أنا أكتب بالاختصار: تاء الفاعل، ناء الفاعلين، ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة، والنون النسوة. هذه الضمائر 6 تتصل بالأفعال.
ضمایر فاعل ما با افعال پیوست میشه، دائم با افعال پیوست میشه، محل رفع را به خود میگیره. خب و العلماء ينقسمون أو يقسمون هذه الضمائر إلى القسمين. أنا أكتب هنا ضمائر الفاعل ينقسم إلى قسمين: ضمائر المتحركة وضمائر ساکنه. این 6 تا ضمیر تنوینه، 6 تا ضمیر تنوینه که اینجا خواندیم. این علما به دو کاتگوری تقسیم میکنن، به دو قسمت. یکی میگه ضمایر متحرکه، یکی میگه ساکنه. قسم اولش متحرکه، قسم دومش ساکنه. از 6 تا ضمیر کدامش متحرک است؟ تای فاعل متحرک است، تا تو ت متحرک است، نای فاعلین متحرک است، الف اثنین ساکن است و واو جماعت ساکن است، یا مخاطب ساکن است. نون نسوه هم چی است؟ متحرک است. الف واو یا. این 3 تا ساکن است، 3 تا دیگه متحرک است. خب ما میگه متحرکه، اینجا نوشته میکنیم متحرکه تای فاعل، نای فاعلین و نون نسوه. هذه ضمائر المتحركة، والباقي ألف الاثنين واو الجماعة یا المخاطبه ساکنه. خوب دقت بکنین. الف ببینید ساکن است، واو ساکن است، یام ساکن است، تا رو ببینید متحرک است، تا ت تو نا رو ببینید متحرک است و نون ببینید متحرک است. خب ماذا يفيد هذا التقسيم الى المتحركه و الى ساکنه؟ این تقسیم ما چه فایده میرسانه؟ این زیاد مفید است شاگرد عزیز. این طریقه باید یاد بگیرین حتما، بخاطر که ما قواعد میخونیم در درس‌های آینده. میگه مثلا زمانی که با ضمایر متحرکه پیوست و فعل اینی تغییرات دوم میآید، زمانی که با ساکنه پیوست و یک فعل اینی تغییرات دوم میآید. ما شما باید بفهمیم که ضمایر متحرکه چی معنا، ضمایر ساکنه چی معنا. مثلا میگه قاعده در فعل مضاعف داریم. فعل مضاعف ما شما خواندیم دیگه، ماده فعل مضاعف است. میگه هر وقتی که ضمایر متحرکه پیوست شوه این فک ادغام میشه، یعنی ادغامش از بین میره. حالا خب ماده ادغام است، زمانی که ضمایر متحرکه پیوست شوه فک ادغام میشه. اینجا سوال پیدا میشه ضمایر متحرکه کدام ضمایر است؟ تو باید بفهمی که ضمایر متحرکه این 3 دانه است: تای فاعل، نای فاعل، نون نسوه. مثلا اقول مدد تو، ببینید فک ادغام شد. چرا؟ وقتی که ضمیر متحرکه پیوست شد. قاعده میگه القاعده تقول اذا اسند الضمیر الساکن الى هذا الفعل لا يفك ادغام. زمانی که ضمیر ساکنه پیوست شد و ادغام از بین نمیره. مثلا مدا الف اثنین پیوست شد، ادغام در حالت خود باقی موند. این قواعد باز میخونیم. خب شما فقط یکم بفهمید که ضمیر فاعل از جمله ضمایر نصب است، ضمیر نصب رافع است، رفع میته، مرفوع حالت رفع قرار میگیره و 6 تا هستک. در ماضی 5 دانه به کار میره، با در ماضی و امر 4 دانه و الف اثنین چه وقت پیوست میشه؟ واو جماعت، یا مخاطبه، تای فاعل، نای فاعل، نون نسوه. كل درس هذا ضمائر الفاعل في اللغة العربية، وأرجو أن فهمتم إن شاء الله جيدا. بارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.